دادخواهی خاوران. شبی ایستاده بود به انکار 67 در انتهای مشرق خونبار 67. خورشیدواره های زمینی نمردند تا زنده هست آتش تبدار 67. باید سکوت سنگی 30 ساله را شکست با همتی سترگ سزاوار 67. دادخواهی خاوران، برنامه‌ای از رادیو چکاوک در محکومیت و همراهی با صدای بازماندگان اعدام‌های سیاسی 67. چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم، خانه‌اش ویران باد. خب ارتباط ما با میهمان عزیزمون آقای مهرداد کاووسی برقرار شده. با درود و شب بخیر و خوش آمد به رادیو چکاوک. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم عاطفه، همچنین سلام میکنم به شنوندگان رادیوی شما در هر کجا که هستن و با تشکر از این وقتی که به من میدید که بتونم خاطراتم رو مطرح بکنم در راستای دادخواهی بزرگی که جنبش دادخواهی که براه افتاده. من سعی میکنم خیلی سریع برای اینکه شنوندگانمون در جریان صحبت قبلی من قرار بگیرن یه مختصری رو عرض بکنم خدمتتون. دفعه پیش گفتن که سال 66 شرایط جدیدی توی زندان گوهردشت به زندان ربین آغاز شد. مسئول زندان میثم بود و با وجودی که تا اندازه‌ای تلاش کرده بودن بچه‌ها شرایط رو به دست خودشون بگیرن و روابط خودشون رو تو بندها برقرار بکنن، اما اونها همچنان کماکان سعی می‌کردن محدودیت‌های رو روی زندان و بندها زندانی‌ها اعمال بکنن. توی همون فاصله تابستان میثم تعدادی از زندانیان رو برای بازجویی برد و هدفشون از این بازجویی ها چیزی جز اقرار زندانیان به تشکیلات سیاسی داخل زندان که به نحوی با بیرون در ارتباط نبود. تعداد این افراد تا آخر اون سال به حدود 15 نفر هم رسید. بعد از اون مسئول زندان عوض شد، یک نفر آخوند به نام مرتضوی مسئولیت امور رو به دست گرفت. در همین اثنا بود که وزارت اطلاعات از خارج وارد زندان شد و زندان رو به دست گرفت و قبلش هم اطلاع داده بود به زندانیا از طریق یکی از زندانیا به نام علی محمدی که اونو به کمیته مشترک برده بودن. در همین اثنا بندها رو منتقل کردن. ما در بندهای آموزشگاه بودیم، هممون رو منتقل کردن به بندهای 325 و در اونجا بر اساس حکم جدا سازیمون کردن و نگه داشتن. در همون دوران یعنی از تقریبا پاییز سال 66 فشارهای زیادی روی زندانی‌ها گذاشتن به بهانه ورزش جمعی. هواخوریمون رو قطع کردن، جیره غذای زندان رو کم کردن یا قطع می‌کردن، بعضا نون رو همینطور.
و شرایط رو بسیار بسیار به هر حال برامون تنگ کرده بودن. زندانیان در اعتراض چاره‌ای نداشتن جز اعتراض و اعتصاب کردن. این شرایط کماکان تمام سال 66 تا آخر 66 ادامه داشت که باز ذکر کردن که در آخر سال 66 2 نفر، یک نفر از بنده که بالا و یک نفر از بنده ابدیا به نام مسعود مقبلی و قاسم آلوک رو از بند بردن به کمیته مشترک و رسما بهشون گفتن که ما شما رو تقسیم بندی کردیم بر اساس نوع موزه و اینکه اونهایی رو که سر موزه هستن هنوز بر سر اعتقاداتشون هستن اعدام خواهیم کرد، تصفیه خواهیم کرد، زردها و سفیدهاتون هم بعداً تعیین تکلیف میکنیم. البته منظورشون از زندانیان زرد و سفید تماما اونایی بودن که در سالن‌های 2، 4 و 6 آموزشگاه یا بعضاً در آسایشگاهی که در واقع سالن یا بند انفرادی های اوین بود نگهداری می شدن. اینا یا زیر حکم بودن یا تازه دستگیری بودن یا دوباره دستگیری. بخشی از این دوباره دستگیری ها رو زندانیان دوباره دستگیری رو بعداً به بند 1 پایین در اوائل سال 67 منتقل کردن. خب این حرفی که زده بودن در واقع خط نشینی بود که برامون کشیده بودن و زندان رو در واقع تعیین تکلیف کردن، چیزی که ما از مدت‌ها قبل منتظرش بودیم. همچنین گفتن که به بهانه‌های مختلف به بند حمله می‌کردن، وسایل رو با خودشون می‌بردن، از قبیل تیزی‌هایی که درست می‌کردیم یا ابزار و وسایل یا یادداشت‌هایی که بچه‌ها برمی‌داشتن و بدونی که توضیح بدن با خودشون می‌بردن. ما از این کارشون زیاد سر در نیاوردیم ولی مطمئن بودیم که در هر صورت برنامه‌ای در جریانه. در همین اثنا در بنده رو به مدت 2 بار بستن، هواخوری قطع بود، روزنامه و تلویزیون رو هم ازمون گرفتن تا اینکه اوایل سال 67 تمام اون بچه‌هایی رو که به غیر تعدادی برای بازجویی بردن همه رو برگردوندن، در بنده رو باز کردن و ظاهراً شرایط رو عادی کردن. همه اون بچه‌ها که برگشتن برامون توضیح دادن که چگونه زیر کاب رفتن و چجوری سعی کرده بودن که وادارشون کنن به پذیرفتن اینکه در زندان‌ها تشکیلات وجود داره و نافرمانی در واقع. در همون اثنا بود که توضیح دادن آقای حسین علی خدادادی که معروف بود به انصاری، از نزدیکان آقای منتظری بود، وارد زندان شد یه روز و علیرغم سابقه قبلش بسیار ناراحت به نظر می رسید و در این حاله که همیشه سعی میکرد با بچه ها صحبت بکنه اما این بار این کار رو نکرد، فقط سرشون کرد تو اتاقا، یه سلام علیک میکرد و مستقیم رفت به سمت بند سلول 6. اونجا که ایستاد پرسید مسئول بند کیه، که خب مسئول بند که از بچه ها نام علی محمدی بود گفتش که منم. گفت من میخوام باهاتون تنها بیرون از بند صحبت بکنم، مسئله مهمی که میخوام باهاتون در میون بگذارم. وقتی رفتیم بیرون از بند 5 نفر بودیم، گفتش که تمام وسایلی که توی این مدت ازتون گرفتن، صداهایی که ضبط کردن و غیره، ازش یه نمایشگاه توی حسینیه اوین دایر کردن، خانواده شهداشون هم بردن و توضیح میدادن برای اینا که زندانی‌ها در شرف یا قصد شورش در زندان رو دارن و این هم وسایلش و ما این رو به شما داریم میگیم. خیلی ناراحت بود و چیز خاص نگفت، در این حالی که ما مسائل
بند رو باش در میون گذاشتیم و سر تکون میداد و علامتی که میدونم و فقط تنها چیزی که در آخر گفت این بود که مراقب خودتون باشین. من اگه چیزی بیشتری بفهمم در جریان میگذارمتون، ولی ممکنه هرگز دیگه همدیگه رو نبینیم. این رو گفت و رفت. البته هیچ موقع حتی بعد از جریان اعدام ها ما این آقا رو ندیدیم. در این حالی که مطمئن بودیم که گزارش هایی که تهیه میکنه از زندان هم به دست خمینی میرسه و هم به دست آقای منتظری. برای ما اونجا تقریبا میتونم بگم تا 100% تعیین شد که و حکم میشد برای این که این کار در شروع وقوعه. فقط ما زمانش رو نمیدونستیم، یعنی نمیدونستیم که حدوداً چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و که دست به تصفیه و قتل عام میزنن. تا اینکه توی خرداد ماه بود دیدیم که تعداد از بچه‌ها رو از بند بردن بیرون زیر 8. روال معمول اینطور بود و بهشون عفو ابلاغ میکردن، گفتن عفو آقای منتظریه. یعنی روال یک عفو اینطوری بود همیشه، یا به دادیاری میبردن زندانیان رو یا زیر 8 حکمشون رو بهشون ابلاغ میکردن، حتی کاغذی هم دستشون نمیدادن و بعد میفرستادنشون تو بند. اون روز حدود 80% از بچهای بند شامل این عفو بودن و با توجه به نوع حکم‌های جدیدی که بهشون ابلاغ شده بود تا اواخر ماه شهریور 67 90% از این بچه‌ها آزاد می‌شدن. این در واقع محرکی شد، شاخصی شد برای ما که ما بفهمیم زمانبندی رژیم کی خواهد بود، تو چه فاصله این کار را انجام میده و حد اکثر زمانش نهایتاً شهریور 67 خواهد بود و توی این فاصله این عملیات خودش رو لزوما باید انجام بده، خارج از هر بهانه و توجیهی که باید بیاره و داشته باشه یا پیدا بکنه در این مسیر. همیشه یه فرمی رو میدادن داخل بندها. این فرم شامل اسم و اسم فامیل و اتهام بود و ما همیشه در مقابل در این ستون اتهام می نوشتیم مجاهد. بچه‌های فدایی هم اتهامات واقعی خودشون رو می نوشتن، چیزی که در واقع رژیم اونا رو به طور دیگه‌ای خطاب می کرد، ملحد، محارب یا غیره یا کافر. اما توی 28 تیر وقتی که مهرداد کمالی یکی از بچه‌های بند پشت پنجره ایستاده بود به همون گفتش که بچه‌ها ساکت، مثل اینکه یک خبر مهمی شده. خبر چیزی نبود جز پذیرش قطعنامه و نام زهرخوران خمینی و تمام متن صحبت رو به دقت گوش کرد و برای ما بازگو کرد. البته درها بسته بود اون موقع و مرحله آخر بسته شدن درها و حذف روزنامه و تلویزیون همون موقع بود و ما دیگه فهمیدیم که خب این مرحله هم فرا رسید و رژیم ناچاره که وارد مرحله بعدی بشه و نیت شوم خودش رو اجرا بکنه. تا اینکه یک روز 6 مرداد پنجشنبه بود، ساعت 10 صبح یه دفعه دیدیم با لگد میزنن به در بندها و سلولها و میگن که زندانیان منافق چشم‌بند بزنن بیان بیرون. خب همه ما به ردیف شدیم، صف شدیم و تمام طول کریدور واحد بندها رو گرفت، یعنی راهرویی که خارج از ساختمان بندها بود، فقط یه بند، چون تعدادمون حدود 135 نفر بود.
بعد از اون ما رو به صف کردن و بردن توی طبقه پایین که محوطه بهداری زندان 325 و در انتهای اون از یک راهروی کوچکی شما عبور میکنید و وارد بند 209 یا مجموعه سلول‌های انفرادی این ساختمان یا مجتمع قدیمی زندان میشید. اونجا بازجوها چند نفر واسطه بودن، هر کدوم اسم و اتهام رو سوال میکردن و تک تک میفرستادن توی بندها سلول‌های انفرادی. همونطور که گفتم 10 ردیف 10 تا راهروی مجزا بود که تو هر ردیف 8 تا سلول بود. بعد از اینکه تمام سلول‌ها رو پر کردن، تعدادی از بچه‌ها بیرون موندن و اینا موندن که چیکار بکنن و بچه‌ها رو مجددا به بندها برگردوندن. بندهای دیگر رو هم آورده بودن. من در کل یه روندی رو از اون چی که توی این فاصله اتفاق افتاد، یعنی نحوه اعدام، نحوه بازرسی ها و دادگاه رو براتون میگم. تو 2 روز اول قضیه کاملا فرق میکرد. یه حالت فرمالیته و من نظر خودشون نظم خاصی داشت. اول یه بازجویی و زندانی رو میفرستن تو سلول انفرادی مجددا. فردا صبح تعداد 7-10 نفر رو با مینیبوس میبردن به ساختمان دادگاه. تو اونجا وقتی وارد شدیم تعداد دیگه از بچه هم بودن، منتظر میموندیم، وارد دادگاه میشدیم. دادگاه چیزی در حدود حد اکثر 3 تا 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشید. اتهام رو میپرسیدن و بخشی از پرونده و نهایتا میگفتن که ما میخوایم بهتون عفو بدیم. که حالا من به این نکته برمیگردم. بعد از اون تعیین تکلیف میکردن. 3 نفر باید نظر میدادن. نظر اکثریت شرط بود و وقتی نظرشون داده میشد زندانی حکمش همونجا مشخص بود. زندانی ها بعد از اون مرحله به ساختمان انفرادی های اوین منتقل می شدن که اصطلاحاً بهش می گفتن آسایشگاه. یک ساختمان 4 طبقه بود، هر طبقه 100 سلول داشت، همه انفرادی. زندانی رو وارد اونجا می کردن و منتظر می موندن تا فرصت اعدام ها یا دار زدن ها برسه. هیئت اصولاً کارش از صبح که شروع می شد مدتی رو برای نماز و غذا تعطیل می کردن و بعد دوباره کارش رو ادامه می داد تا عصر. 1 روز هیئت در اوین بود و 1 روز هم در گوهردشت. توی فاصله ای که هیئت در گوهردشت بود اینا عملیات اعدام خودشون رو انجام می دادن و وقتی برمیگشت خب طبیعتاً دادگاه ها برقرار بود. بعد از اون شبان هنگام زندانی ها رو از ساختمان آسایشگاه گروهی با مینیبوس می بردن به طبقه پایین واحد 209 که در اونجا چند تا اتاق بود و 2 تا اتاقش رو اختصاص داده بودن به محل دار که اونجا به سقف دارها را آویزون کرده بودن. اول از بچه ها میخواستن که وصیت نامه‌شون رو بنویسن و بعد در اتاق مجاور دار زده میشد. پس از مدتی که وقت کم برده بودن و تعداد زندانی ها مسلماً زیاد بود و بعضا مجبور بودن به دلایلی از یک زندانی 2 بار سوال جواب بکنن توی دادگاه، خب کار طول کشید و بیرون از محوطه زندان 209 داربست هایی که وجود داشت اونها هم تناب دار اضافه کردن و اونجا هم دار می زدن. و تو مرحله بعد وقتی که باز هم کارشون به بنبست رسید و طول کشید از جرثقیل برای دار زدن استفاده می کردن.
و همون شبانگاه بچه ها رو توی کیسه میکردن، اون هم روزهای اول توی کیسه میکردن، وارد کامیون هایی میکردن که آماده داشتن و به خارج از زندان منتقل میکردن. و طبیعیه که گورهای دست جمعیشون هم حتما از قبل آماده کرده بودن. این بخش از غذایا رو تعدادی از زندانیای عادی به ما گفتن که توی اوین کار میکردن و بعد همون یکی دو نفر هم گفتن که اونایی رو که توی جریان جمع‌آوری جنازه ها شرکت داشتن، یعنی زندانیان عادی، رو بعدن همه رو اعدام کردن، هیچ کدومشون باقی نموندن. گوهردش خب شرایطش فرق میکرد، داستانهای اونجا رو حتما شنیدید، اما کل روند اعدام ها توی اوین به این شکل بود. وقتی شما رو توی دادگاه می بردن، هرگز بهتون نمی گفتن که این دادگاه یک دادگاه تجدید نظر یا تجدید حکمه. به علاوه این که بچه ها بسیارشون از پیش می دونستن که چه اتفاقی داره می افته. به شما فقط می گفتن که این دادگاه عفو، می خواهیم به شما عفو بدیم. یعنی از همون اول فریبکاری. یعنی به هیچ کس نگفتن که این دادگاهی است برای اعدام، عفو از اعدامه. موضع فرد چندان فرقی نمی کرد، چون که البته تأثیر بسیار زیادی داشت، چون که وزارت قبلا نظر بچه ها رو می دونست. خب طبیعتا فرمالیته‌ای در جریان کار دادگاه هم وجود داشت. همونطور که یکی از قاضی‌های شهرستان ها بعداً به منتظری گفته بود، وزارت اطلاعات نقش تعیین کننده و رهبری داشت. واقعا هم همینطور بود. همین اکبری که اسمش رو حتما شنیدید، که یکی از نماینده‌های وزارت اطلاعات تو دادگاه بوده، اصلا دادگاه رو میچرخوند. چه نیری، چه پور محمدی که معمولا به صورت گردشی حاکم شهر بودن، تأثیر چندانی کارشون روی این دادگاه نداشت. حکم بعضا تعیین شده بود. در صورت بچه ها مقاومت خودشون رو میکردن، نظرات خودشون رو میگفتن و حکم میگرفتن و خودشون رو آماده اعدام میکردن. توی صحبت هایی که منتظری با حاکمان دشخیمان حاکم شهر رژیم میزنه، اونها یکشون اشاره میکنه که ما حتی سعی میکردیم که بعضی از اینا رو که توی خانواده 1 یا 2 نفرشون دستگیر شدن، یکشون رو نگه داریم. حتما شنیدیم، ولی غالبا اینطور نبود. یکی از 2 تا از بچه ها به نام اصغر خضری و حمید خضری برادر بودن. اصغر رو قبلا اعدام کرده بودن روز قبلش، همون هفته اول، و میان در سلول حمید. مجتبی حلوایی میاد، مسئول معاون امنیتی زندان اوین در اون موقع. بعد بهش میگه که بیا یه چیزی بنویس و آزاد شو و برو. برادرتو ما اعدام کردیم. حمید میگه که من به برادرم کاری ندارم، من اعتقادات خودم دارم، هر کاری که میخواید بکنید بکنید. مجتبی حلوایی دشمین بهش میگه تناب دار بالای سرته، میخوای بریم نشونت بدم؟ بعد حمید بهش میگه که برادرم راه خودش رفت، منم راه خودم رو میرم. یا وقتی پاسدار میاد در یکی از سلول ها، در رو باز میکنه و به تعدادی از بچه ها که تو سلول بودن، روزهای هفته های بعد به دلیل اینکه جای نگهداری نداشتن، وقتی بچه ها رو از بند می آوردن، حتی 2-3 نفری هم تو سلول های 209 نگه می داشتن. میاد در سلول باز میکنه و میگه که خوب خوردین و خوابیدین، الان وقت اعدامتونه. و داوود احسنی بلند میشه بهش میگه آره ما خوب خوردیم، خوبم خون میدیم. با اون
فقط دریچه سلول رو میبنده و میره. یا اصغر غلامی که تو دادگاه اتهامش میگه من فدایی ام، و وقتی که نگیری دشخیم ازش میپرسی که تو خود اینجا توی پرونده مجاهدینه، البته منافقین، اون میگفت حالا چی میگی؟ اون میگه بله من فدایی مریم و مسعودم. اینا مجموعاً اونا رو به شدت جری میکرد و خوب میفهمیدن که هم با کی طرفن و این بچه ها دیگه اون بچه های سابق نیستن. این نمونه ها بسیار زیاده، نمونه هایی از زندانی هایی که با وجود نقص عضو، با وجود فشارهایی که تو زندان بهشون اومده بود زیر بازجویی و شکنجه ها، دچار اختلالات روانی شده بودن، اینا رو هم اعدام کردن. اینا رو در واقع جز روزهای اول در واقع میخواستن هیچ سندی از خودشون به جای نگذارن، به خصوص اونهایی که آثار شکنجه روی تنشون بود. میتونم از جمله مجتبی رغبتی رو نام ببرم، یا ناصر منصوری، یا عبدالله حسینی. خیلی از بچه ها بودن. نکته دیگری که در رابطه با این وقایع وجود داره، زندانیایی بود که ما اونجا دیدیم و به هیچ ترتیب نتونستیم آمار دقیقشون رو به دست بیاریم. من جمله تعدادی از سربازها رو ما دیدیم که بعداً طی تماس با یکی دو نفرشون فهمیدیم اینا کسایی هستن که توی عملیات فروغ تمرد کردن و حاضر به جنگیدن نبودن. اینا تو بند یک پایین 325 بودن، بعد از اعدام ها آورده بودنشون و هرگز دیگه ما اینا رو بعداً ندیدیم. من یک بار که خودم توی انفرادی های آسایشگاه بودم، پاسدار بند من از در آورد بیرون، گفت چشمم بزن بیا بیرون. رفتم بیرون واسدم، دیدم صدای همهمه میاد. سرم که بلند کردم دیدم که تعدادی از زندانیا با اونیفرم سرمه‌ای، یعنی که فقط مخصوص جمشیدیه بود، زندان جمشیدیه، زندان ارتشی‌ها، که پلاک روی سینه‌شون بود، یه شماره در واقع ردیف داشتن و با شماره صداشون میکردن. تقریبا تمام راهروی بند رو پر کرده بودن. همه اینا رو جدیدن که بعد ما شنیدیم که 3 اتوبوس از جمشیدیه آوردن. اینها بعدا ناپدید شدن و حتی نمیتونستیم اسامی یا چیزی ردی ازشون بگیریم. اوایل سال 67 تونستیم از طریق مرس با بند بغلمون یعنی بند 2 تماس بگیریم. توی اونجا برامون مشخص شد که تعدادی حدود 200 نفر زندانی رو جمع کرده بودن که خودشون میگفتن ما حین خروج از مرز افغانستان دستگیر شدیم. همونو یک راست آوردن توی این بند، میگفتن اکثریتی هستیم. توی سالن همونطور که گفتم توی سالن 2، 4، 6 آموزشگاه بچه‌هایی بودن که یا تازه دستگیر شده بودن یا دوباره دستگیری بودن و اخیراً به این سالن ها آورده شده بودن. کسایی هم بودن که قبلا از زندان آزاد شده بودن و وارد این بندها کرده بودن. ما به جز تعداد محدودی نتونستیم اسامی مابقی رو به دست بیاریم. حتی هیچ آماری از زندان کرج یا ورامین نداریم. حتی اون بچه‌هایی رو که از کرمانشاه آوردن زندان گوهردشت آمار دقیقی ازشون نیست. اینها و صدها نمونه دیگه نشون میده که رژیم سبعانه و بیرحمانه بسیاری رو کشت، در این حالی که ما به راحتی نمیتونیم آماری از اینا تهیه بکنیم. و اون کسایی که سعی میکنن آمارهای واقعی رو، اون جنایاتی رو که رژیم کرد بپوشونن و آمارها رو کم جلوه بدن، در واقع دارن دستای خونالود این رژیم رو پاک میکنن.
توی صحبت‌هایی که باز اشاره میکنم به بحث آقای منتزدی، وقتی هیئت میره پیشش، اگر دقت کرده باشین توی اونجا چیزی یا اشاره‌ای به شورش در زندان یا داشتن تشکیلات به عنوان جرم نمیشه یا همکاری با خارج از زندان. تنها چیزی که بود فقط و فقط سر موضع بودن و پایداری روی اعتقادات بود و واقعا هم همینطور بود. و در ادامه میخواستم، صحبت ها خیلی زیاده، این چیزایی که من میگم در واقع سرتیتره و فرصت زیادی هم نداریم، میبینم وقتم هم تموم شده، اما میخواستم در نهایت به یک نکته اشاره بکنم و اون هم نامه احمد خمینی به خمینی جنایتکار که نمیدونم بعد از این که منتظری این لقب رو بهش داد ما دیگه چی میتونیم بهش بگیم. توی این نامه‌ای که تعدادی از حکام شهرستان رو نوشته بودن و از خمینی استعلام خواسته بودن، یک جمله ای رو میگه که این جمله در واقع بزرگترین جرم سیاسی برای خمینی و آلشه. در واقع توی این جمله 3 جرم بزرگ سیاسی نهفته است. خمینی اینطوری میگه در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر به اثر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. همه میدونن که واژه نفاق رو خمینی سال 59 برای سرکوب مجاهدین اختراع کرد. پس به کار بردن این لفظ اشاره فقط به زندانیانی داره که تو زندان هوادار سازمان مجاهدین بودن. از اینا باید پرسید پس چرا زندانیان مارکسیست رو اعدام کردید؟ چرا توده‌ای‌ها رو اعدام کردید؟ اونا که با شما سر جنگ نداشتن که. به چه دلیل زندانیان بهایی رو اعدام کردید؟ اما تو نکته بعد میگه کسانی که بر سر نفاق باشن، یعنی کسانی که به اعتقادات خودشون پایبند باشن، طبق قانون اساسی خودشون اعتقاد و پایبندی به اعتقادات جرم نیست، اما این بچه ها رو فقط به خاطر پایبندی به اعتقاداتشون اعدام کردن. و در تیکه بعدی در همین جمله میگه سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. یعنی در واقع حکم دادگاه‌های جنگی. وقتی خمینی این حرف رو میزنه حاکم شهرها باید چیکار بکنن؟ طبیعتاً دادگاه‌های 2، 3 تا 5 دقیقه. من فکر می‌کنم وقتم تمومه. بله خانم عاطفه؟ بله، اما یه چند دقیقه در خدمتتون هستم، اگر که صحبتی دارید بفرمایید. خواهش میکنم. در صورت مرحله اعدام ها تا اواخر مرداد ماه هم طول کشید و اوایل شهریور بود که زندانیان مارکسیست رو برای دادگاه ها بردن و در پایان اون در بندها رو باز کردن. این مرحله از زندان داستان دیگری داره که در خور فرصت دیگری است. من در پایان میخواستم فقط اشاره بکنم به این که جنبش دادخواهی به راه افتاده و مسئولیت ما در قبال تمامی این عزیزان اینه که تا جایی که میتونیم به این جنبش کمک بکنیم، با هر مدرک، عکس، نوشته، آدرس قبرها و گورهای دست جمعی، به هر ترتیب که میتونیم باید این کار رو بکنیم و دین خودمون رو به اونها ادا بکنیم. اگر اون روز رژیم جرثقیل ها رو توی اوین به راه انداخت و مردم سکوت کردن، اونایی که سکوت کردن، رژیم این اوکی گرفت که میتونه این کار رو همه جا بکنه و امروز میبینیم که تو این جرثقیل ها توی میادین شهرها براهه. بنابراین تنها راه چاره مقابله با این رژیم و افشای این جنایات برای اینکه دست رژیم
برای جنایات بعدی بسته بشه و وقتی دستش برای این جنایات بسته بشه خودش هم خواهد رفت. انشالله جزئیات زیادی رو که بعضا ناگفتمون در این فواصل من در ضمن کتابی که در حال تحریر هستم بهش اشاره خواهم کرد و مجددا تشکر میکنم از شما به خاطر این وقتی که به من دادید. سپاسگزارم جناب آقای مهرداد کاووسی. آرامش صداتون، انسجام صحبتاتون، قشنگی نقد این فاجعه واقعا آدم رو میبره به جایی که خودش رو در همون فضا احساس میکنه و میتونه به طور واقع و عینی عمق این فاجعه رو ببینه. من صمیمانه ازتون سپاسگزار هستم و در پایان یک سوال برای من پیش میاد، شاید سوال بسیاری هم باشه. شما توی صحبتاتون فرمودید که برای اینها فرقی نمی کرد موضع فرد و به هر حال در یک دادگاه های چند دقیقه‌ای همه رو به اعدام محکوم می کردن. چه چیزی باعث شد که عده‌ای که الان میتونند این خاطرات رو، این مشاهدات رو به بیرون درز بدند، از زیر تیغ این جلادان رها شدند و اعدام نشدند؟ چه چیزی باعث شد؟ دو دلیل عمده داشت خانم عاطفه. یک، تظاهرات و بسیجی که در خارج کشور همزمان راه افتاد که اینم به دلیل جنبشی بود که خود خانواده ها که پی برده بودن که خطری در جریانه و چون ملاقات ها قطع شده بود و غیر منتظره بود، در خارج از کشور این جنبش تأثیر گذاشت، افشاگری بزرگی شد و خبرش در تمام دنیا پیچید. اما از طرف دیگه بزرگترین عامل موضعی بود که منتظری از همون 14 مرداد به بعد گرفت، قبل و بعدش. این دست رژیم رو بست به ترتیبی که یادم میاد یکی از بچه‌ها که زنده مونده بود از لشکری، داوود لشکری، یکی از مسئولین زندان گوهردش نقل میکرد اگه درست خاطرم باشه، که میگفت به ما گفتن متوقف کنید وگرنه یک نفرتون زنده نمیگذاشتیم. من یادم وقتی با مجتبی غنیمتی توی سلول 1 بند 4 بعد از اینکه ما را از انفرادی های آسایشگاه آوردن به بند صحبت میکردم، به من میگفتش که ببین روی پشت بونا سرباز مسلحه و نورافکن صبح تا شب روشنه، هیچ موقع این سابقه نداشته، ما را حتما اعدام خواهند کرد، دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره. ما میدونستیم که همه رفتنی هستیم، اما اگر موزگیری آقای منتظری نبود طبیعتا این کار تا ته انجام میشد. امروز شاید من هم نبودم که بتونم این صحبت ها رو براتون بخونم.